یه روز اگه یه انفجار هسته‌ای ببینی چه کاری از دستت برمیاد؟ خب اولین چیزی که باید حواسش بهت باشه اینه که اصلا نباید محو تماشاش بشی، به خاطر اینکه موج انفجارش تا چند ثانیه دیگه بهت میرسه و نابودت میکنه. واسه اینکه از این انفجار جون سالم ببری اول باید خم بشی یا بری پشت دیوار، یا اگه میتونی حتما وارد یه ساختمون شو یا برو به زیر زمینا. اگه تونستی از انفجار جون سالم ببری که فکر نکنم، اگه از انفجار جون سالم به در بردی چند دقیقه بعدش یه بارش رادیواکتیوی شروع میشه. اینجا جاییه که اصلا نباید از اون ساختمون یا زیر زمینی که رفتی توش در بیای یا خارج بشی و میزان زنده بودنت هم بستگی به این داره که چقدر اونجا آب و غذا وجود داشته باشه. نظر شما چیه؟ به نظرتون با توجه به شرایط ممکنه یه روز صبح بلند شی واقعا همچین چیزی تو خیابون ببینی؟ بعید به نظر نمیاد، ولی خب نظرتون رو تو کامنت بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنید و سابسکرایب بکنید و من توی کانالم ویدیوهای دانستنی میذارم و راجع به ساخته شدن چیزهای مختلف صحبت میکنم.